خب وقتی تو زندان راستشو بخواین خیلی حساب میکنه روی اون حمایت و اصلا دلخوش به اون حمایت زندگی رو ادامه من خسته بی گمان برسد. شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد. چه می کنی که اگر او را خواستی یک عمر به راحتی کسی از راه ناگهان برسد؟ رها کنی برود از دلت جدا باشد به آن که دوست ترش داشته به آن برسد. رها کنی برود دوتا پرنده شود و این خبر به دورترین نقطه جهان برسد. گلایه ای نکنی و بغض خویش را بخوری که حق تو مبادا به گوششان برسد.